اگه میخوای عکسای جذاب تری پست کنی، اپلیکیشن پیکسارت رو باز کن، عکسی که قراره پست کنی و انتخاب کن. از این طریق یه عکس دیگه انتخاب میکنیم، بزرگش میکنیم، از قسمت بالا پاک کن رو میزنیم، گزینه اول رو روی 100، گزینه آخر رو روی 0 میذاریم و دور تا دورش رو کامل محو میکنیم. بعد چیدمان دلخواهی که میخوایم رو روی عکس پیاده میکنیم. یه عکس دیگه انتخاب میکنیم و تمام مراحلی که برای عکس قبلی انجام دادیم رو برای این عکس هم انجام میدیم. با زوم کردن میتونیم این کار رو خیلی دقیق و تمیزتر انجام بدیم. چیدمان دلخواهمون رو انتخاب میکنیم، تمیزکاری آخرش رو انجام میدیم و در نهایت یه پست خیلی زیبا و جذاب داریم.